باورهای ما موتور اصلی رفتار و زندگی ما هستند. هیچ انسانی نمیتواند جدا از باورهایی که در ذهنش میچرخند زندگی کند. ما ممکن است تصور کنیم آزادانه انتخاب میکنیم، اما در واقع اغلب انتخابهایمان از جایی عمیق‌تر میآیند، از باورهایی که سالها پیش در ما کاشته شدند. وقتی به تفاوت ملت‌ها، فرهنگ‌ها و سبک‌های زندگی نگاه می‌کنیم، فاصله‌ها گاهی از زمین تا آسمان است. این تفاوت‌ها نه تصادفی‌اند و نه صرفاً نتیجه اقتصاد یا جغرافیا. ریشه اصلی آنها باور است. باوری که رفتار می‌سازد، رفتار که فرهنگ می‌سازد و فرهنگ که سرنوشت یک جامعه را شکل می‌دهد. اما مشکل دقیقاً از کجا شروع می‌شود؟ مشکل اینجاست که ما سالهاست باورهایی را حمل می‌کنیم که حتی نمی‌دانیم از کجا آمدند. آنها را انتخاب نکرده‌ایم، فقط به ارث برده‌ایم. چون نسل قبل بدون پرسش راهی را رفته، ما هم همان مسیر را ادامه داده‌ایم. نه از روی آگاهی، بلکه از روی عادت. و حالا رسیده‌ایم به نقطه‌ای که دیگر نمی‌شود خودمان را فریب بدهیم. اگر باوری کار نمی‌کند، اگر فقط درد تولید می‌کند، اگر انسان را محدود، خشن یا بی‌مسئولیت می‌سازد، باید شجاعت کنار گذاشتنش را داشته باشیم. نگه داشتن باور ناکارآمد نه وفاداری است و نه هویت، فقط تداوم یک اشتباه است. زمانش رسیده که صادق باشیم. ما قربانی بسیاری از باورهای نادرست بوده‌ایم، اما این به این معنا نیست که موظفیم آنها را به نسل بعد منتقل کنیم. اگر خودمان نصف نیمه از این دور باطل بیرون آمده ایم، مسئولیت داریم کاری کنیم کسانی که بعد از ما میآیند سالمتر، آزادتر و آگاهتر زندگی کنند، نه با میراثی که فقط محدودیت و رنج تولید می کند. تا زمانی که باورها جدی گرفته نشوند، بدبختی ادامه خواهد داشت. تغییر محل زندگی، مهاجرت، امکانات بیشتر یا حتی کشور جدید لزوماً انسان بهتری از ما نمی سازد. انسان در نهایت همان چیزی می شود که باور می کند، نه جایی که در آن زندگی می کند. برای درک این موضوع یک مثال ساده کافی است. چاقو همیشه چاقوست. در دست آشپز ابزار پخت و پز است. در دست دکتر وسیله نجات جان و در دست قاتل ابزار جنایت. مشکل از چاقو نیست، از باوری است که آن را هدایت می کند. به همین دلیل است که باید مراقب جمله‌های فریبنده باشیم. جمله‌هایی مثل دین مهم نیست. دین مهم است، چون دین مجموعه‌ای از باورهاست. باورها جهت می‌دهند و جهت سرنوشت می‌سازد. یک فرد افراطی هر جا که برود افراطی می‌ماند، نه به خاطر جغرافیا، بلکه به خاطر باوری که با خود حمل می‌کند. اگر باور اصلاح نشود، مکان عوض کردن فقط شکل مسئله را تغییر می‌دهد، نه خود آن را. پس اگر قرار است تغییری اتفاق بیفتد، اگر قرار است آینده‌ای متفاوت ساخته شود، این تغییر باید از عمیق‌ترین لایه‌ها شروع شود، از باورها. باورهایی که جرأت پرسیده شدن دارند، اصلاح می‌شوند و باورهایی که اصلاح می‌شوند، انسان و جامعه را نجات می‌دهند.